چی نوعی که در آتش سوختن بد میبینی برادری بزرگوار، تا گناه تا کفر و معصیت این چنین بد نبینی از ایمانداریت حلاوت لذت احساس نمیکنی. متاسفانه امروز مسلمان و مسلمان زاده گناه هم میبینه دلش گم میزنه. والله قسم شیطان فریادش نمیکنه، با از قفای شیطان میدوه. امروز مسلمان از قفای شیطان امروز میدوه، گناه هم میبینه. سبحان الله، خیلی کار تعجب آور است که مسلمان از گناهش، از گناه تعریف شده است. امروز در جامعه ما امروز جوان شب تا سحر از زنا کرده، سحر میاد در نزد دوستاش، از خدا شرم نداشته، با تعریف میکنه که من امشب تا سحر در فلان جای فاحشه خانه بودم، در فلان جای طرب خانه مست بودم، معصیت و نافرمان برداری پروردگار کردم، امشب صاحب و مولام از خودم غمگین و ناراحت و خفه گرداندم، شیطان خرسند کردم. چی بدبختی است ای برادری بزرگوار، این چی بدبختی است؟ تا گناه و معصیت و کفر در نظر ما مثل در آتش سوختن بد ننمایه، ما از ایمانداری و حلاوت پیدا نمیکنیم. برادری عزیز بزرگوار، برادری عزیزی که سوال داده که من چیکار کنم که محبت عبادت در دلم جا شود، این حدیث بزرگوار پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای یک درس بزرگ است. اول محبت خدا را در دل جا کن، دویمش محبت بنده های خدا را در دل جا کن، سیمش بدبینی و نفرت گناه و معصیت در دل جا کن. گناه دیدی مثل مرگ در نظرت بنمایه، گناه دیدی مثل آتش در نظرت بنمایه که همین لحظه باید تو را میسوزانه. بعد از آن از ایمانداریت حلاوت لذت پیدا می.